داستان حسنی موزوزی با ننه جون قزی. نویسنده آزاده آشتیان. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، توی یه ده با صفا، سرسبز و خوش آب و هوا، توی یه خونه کوچیک و کاگلی که داشت حیات پرگلی، حسنی و ننه قزی زندگی می‌کردن. هوا کم کم سرد شده بود و زمستون از راه می‌رسید. یه روز مثل همیشه ننه قزی پیرن قرمزی صبح زود از خواب بیدار شد. از پنجره نگاه کرد، دید که دونه‌های سفید برف مثل نقل آروم آروم پایین میاد. سماور رو روشن کرد، ژاکت گرمی به تن کرد. بعد به حسنی گفت: پاشو عزیزم، بچه ناز و ریزم، ببین که برف میباره از ابر پاره پاره، چه دونه هاش قشنگه، تمیز و پنبه رنگه، حیاتمون سفیده، لباس برف پوشیده، پاشو زمستون نشسته توی ایوون. حسنی چشماشو باز کرد، با خنده ننه قزی رو نگاه کرد. بعد از پنجره بیرون رو دید که همه جا سفید شده. با خوشحالی از جا پرید، صبح بخیر گفت و ننه قزی رو بوسید. خورد نون و چایی، پوشید به پا دمپایی، میخواست بره تو حیاط تک و تنها بازی کنه با برفا. ننه قزی پیرن قرمزی با مهربونی گفت: بچه نازنینم، بیا پیشم ببینم، مگه تو هستی در خواب، باید بپوشی جوراب، با دمپایی عزیز جون، میخوای بری تو ایوون، بیرون هوای سرده، ننه دورت بگرده، بپوش لباس پشمی، عزیز نور چشمی. حسنی به حرف ننه قزی گوش داد، پوشید لباس پشمی، گذاشت سرش کلاه پشمی، جوراب گرم و نرم پوشید، انداخت دور گردن شال، چکمه به پا کرد و به حیاط دوید. دید همه جا سفید شده. حسنی با خوشحالی دوید میون برفا، پرید پایین و بالا. همینطور که داشت برف بازی میکرد یه دفعه صدایی شنید. یکی میگفت: دیک. حسنی این ور رو نگاه کرد، اون ور رو نگاه کرد. یه دفعه چشمش به یک گنجشک کوچولو افتاد. گنجشک کوچیک خیس و لرزون افتاده بود روی برفا. حسنی دوید اون رو بغل کرد و گفت: چقدر تو خیس سردی، برای چی میگردی میون سوز و سرما، چرا نشستی اینجا؟ گنجشک کوچولو در حالی که میلرزید گفت: میخوام برم به خونه، برم به آشیونه، ولی گرسنه هستم، مریض و خسته هستم، دیگه نمونده جونی، بده به من یه دونی، چه خوب و نازنینی، الهی غم نبینی. حسنی دلش سوخت. گنجشک با خودش به اتاق برد و به ننه قزی گفت: آهای ننه قزی جون، ببین داریم یه مهمون عزیزه، قشنگ و ریزه میزه. بعد گنجشک به ننه قزی نشون داد. ننه قزی پیرن قرمزی با خوشرویی گفت: باید کنیم یه کاری، روشن کنیم بخاری، حالا اگر چه روزه، هوای سرد و سوزه، او رو باید کنیم گرم به زیر کرسی نرم. بعد گنجش کوچولو رو با یه پارچه تمیز خوش کرد، بخاری رو روشن کرد، کرسی رو هم گرم کرد. حسنی هم برای گنجش کوچولو آب و دونه آورد. گنجش که گرسنه آب و دونه رو خورد. بعد حسنی او رو زیر لحاف کرسی برد. گنجش که کوچولو گرم شد و کم کم خوابید. بعد از 2 روز حالش خوب شد و به سوی آشیانش رفت. وقتی میخواست بره، حسنی و ننه قزی بهش گفتن که هر وقت دلش خواست میتونه پیش اونا بیاد. از اون به بعد حسنی هر روز برای گنجشک شیرین زبون آب و دونه میذاشت تو ایوون. کم کم گنجشکای دیگه هم به خونه اونا آمدن و با حسنی و مادرش دوست شدن.
زمستون تموم شد و بهار رسید. گنجشکای کوچک باز هم به خونه اونا آمدن و آب و دونه خوردن. بعد روی درختای حیاط میپریدن و میخوندن حسنی مو وزوزی با ننه جونه قزی همیشه فکر مایید فرشته خدایید چه خوب و مهربونید الهی شاد بمونید. و از اون به بعد حسنی و ننه قزی با گنجشکای آوازخون به خوبی و خوشی زندگی کردند. افسانه قصه گو.